سلام به افغان‌ها، خصوصا دکترها و محصلینی که ویدیوی ما رو می‌بینن. قراره که من گفته بودم برای شما در مورد استفاده از اولتراساوند به خاطر گرفتن بیوپسی و چه قسم ما بتونیم از این استفاده کنیم برای شما مستقیم برای همین کاری که ما می‌کنیم روزانه برای شما معلومات میتون و از شروع می‌کنیم از طریق استفاده این یک وسایلی هست که ما استفاده می‌کنیم به خاطر موضوعی که تمام چیزهای ما که هست محکم است، متحکم کننده است، بالای میز قرار دارد. و اینکه شامل شما اگر زوم کنین اینجا ببینید این کنترل کننده همین گاید ماست که این در سر خود پروب ما بسته میشه. شما متوجه شدین پروب ما این قسم یک بارزه داره و یک بارزه در این طرف داره. نظر به این بارزه، نظر به مدل‌های مختلف میتونیم پروب خود رو بفهمیم کدام طرفش طرف سوزن است و کدام طرفش طرف خارج سوزن است. بسته شد در خط این خدا گرفت. در خط به این پروب که سوزن از این طریق نشان میده برای ما به این طرف است. شما اگر ببینیم در اینجا پس ما به نام بیوپسی گاید داریم. این رو باید فعال کنیم. بیوپسی گاید ما در کدام پروب؟ در پروب منحنی اینجا هست. وقتی که فعال شوم پس میبریم پروب انتخاب میکنم و تدخیل از اون بیوپسی گاید. شما ببینید این راهی که فعلا به این زاویه یک است. این 5 زاویه داره این پروب ما. زاویه 2، زاویه 3، زاویه 4 و زاویه 5 داخلش میشه. فرضاً ما در زاویه 3 قرار میره. خب برای ساختن یا برای آماده کردن پروب برای پیش از عملیات که دریناژ باشه، دادن ظرفیات باشه، برای گرفتن بیوپسی باشه، به هر صورت باید ما این را آماده کنیم. به خاطر از این ضرور است که ما در قدم اول یک اندازه جلی یا جلی عادی هست. مهم نیست که جلی باید محکم باشه، لیزر بالا از قرار بدیم. با ترکیب از این ما دو رقم سیستم داریم. یک سیستم هست که ما در اینجا چون میل استفاده نمیکنم، همش روش بندازم، ما از غیر محکم میتونم اول دستکش میپوشیم. بعد از او ما در داخل این محفظه یک پوش داریم و این پوش بالای از اینه، بالای پروب ما میه، جیل محکم یا پاک داریم. با صورت که دستکش داریم، دست خود داخل میکنیم و در خط این به این شکل میگیریم. با دستکش دیگه ما هم دستکش دارم و این را بالای از این به این شکل ما میگیریم. این فقط جراب باره بالای پروب خود میپوشم و متوجه میباشیم که سر پروب ما هوا در اینجا نباشه، خاطر که هوا درست انتقال نمیده صداره و سبب میشه که ما تصویر ما درست نباشه. در داخل از این محفظه یا قوطی ما که بود یک من لاستیک است و این لاستیک به این شکل دو بار بالایش تو میخوره در قطعی آماده شد. اگر ما استفاده کنیم بیوپسی بگیریم یا یک سایه کوچک بریم، باز ضرورت است که ما برای باید گاید خود پرتیم و گاید بالای از این قسمت بسته میشه. در این محفظه ما گاید نبود، اما در محفظه دیگه ما که هست من گاید باز میکنم. البته بعضی چیزهایی که در داخل این محفظه است مشابه به این است، مانند پوش سرش و خود ماده جلی ما، اما در اینجا در عین زمان ما یک گاید داریم که او گاید به این شکل است. این قسمت باز میشه، بالای شما اگر زوم کنین اینجا بسته میشه و این در خط با این بسته شد. شما ببینید اینجا 5 زاویه داریم. زاویه 1 که تقریبا موازی است، زاویه 2، زاویه 3، زاویه 4، زاویه 5. ما زاویه خود رو میبینم در چند تا زاویه 3 داریم و زاویه 3 خود عیار میکنم و در این نقطه رو بسته میکنم. این در خط دینامی زاویه ما میتونم داخل شد. گیجای سوزن است که فرق میکنه. سوزن از 25 گیج شروع تا 16 گیج و همچنان برای گرفتن یا گذاشتن درین ما درینای داریم تا 12 فرنچ هم به اینجا استفاده کنیم. فرنچ هرچقدر بالا بره همونقدر بزرگ میشه و گیج هرچقدر بالا بره همونقدر اندازه سوزن خرد میشه. فرضاً یک درین 12 فرنچ ما میخوایم بگذارم. پس در اون صورت وقتی که من
این داخل میکنم. جریان به اندازه بر 12 فرنج است. اگر من 7 فرنج که اکثرا ما معمولا 7 فرنج میندازیم در بعض جایا، مثلا در نفرستومی ما اندازه 7 فرنج میگذارم و برای درین 7 فرنج ما اینمی اندازه کفایت میکنه. برای گرفتن بیوپسی ما از اژدر گیج استفاده میکنیم. در این صورت ما از سوزن یا گاید اژدر گیج خود ما استفاده میکنیم که او رو میگذاریم تا از طریق ما بیوپسی بگیریم. البته بالای از این جل منخیم خودم میگذاریم. وقتی که آماده شد همه چیز، شما متوجه تصویر صفحه شدید. تصویر تشکیل شد و صفحه را برای ما میفرمایند. اگر من بالای شکم مریضی را قرار بدم و پیدا کنم سایه‌ای که من میخوام بگیرم در امی رو اگر برم مستقیم من میتونم اونجا را بگیرم. این بود موضوع گذاشتن گاید درین. همچنان وقتی که ما بخوایم که تعقیم کنیم میتونیم تعقیم انستزی بدیم. انستزی موضوعی از سوزن کوچک که 21 گیج که از این استفاده میکنیم و این رو میگذاریم و این سوزن ما رو بسیار به خوبی میگیره. شما اگر متوجه شدین این سوزن است که در اینجا من این قرار بدم به بسیار خوبی بدون از یک تغییر در موقع. اگر من هر چقدر تغییر بدم سوزن تغییر نمیکنه روش. فقط یک کار ما را بسیار آسان میسازه. مریض که آماده شد به این طریق میتونیم انستزی بدیم، درین بگذاریم، آبسیر درین کنیم یا یکی بیوپسی بگیریم. راه بسیار آسان است. هر کسی که شما در افغانستان اولتراساوند داره، اولتراساوند ما که یاد گرفتیم شما یاد گرفته میتونید. در افغانستان باید به هر منطقه دوردست ما که شفاخانه نیست و ماشین اولتراساوند باید هر دکتر نزد خود داشته باشه تا بتونه مریضی های عاجل و حاده، اگر زنانه باشه، اگر اطفال باشه، اگر نزد پیرا باشه تعیین کنه، حداقل بفهمه که در کدام شفاخانه میراجعه کنه. بسیار برای همه ما مهم است و مفید میشه برای مردم ما و سبب میشه تا که ما از افغانستان که حال هستیم یک کمی بهتر شویم و براییم. دکتر صاحبا تشکر از توجهتان. این ویدیو را برای هر دکتر که در افغانستان است میتونید شیر کنین، از طرف ما میتونید کپی کنین، میتونید در کتابایتان در کامپیوترایتان داشته باشین و هر وقت ضرورت داشتین ببینین. سر بخش کلیدا در بخش دیگه هم ما کار میکنم و از یک ماشین دیگه ما براتون عکس میگیرم که تا بفهمین چه هست. و شاید ما از کمک از یک دوستم که همراهم است فعلا عکس میگیره یا ویدیو میگیره، از اون استفاده کنیم تا اینکه ما مستقیما اولتراساوند جگر، گرده، پانکراس و اشعه بطنی را اگر تا جای بتانیم ما براتون بسازیم. تشکر.